این درب آهنی که مشاهده می‌کنید از سوراخی که به عمیق‌ترین نقطه زمین می‌رود محافظت می‌کند. به آن در یا دروازه جهنم هم گفته می‌شود، چون اتفاقاتی که در طی این حفاری‌ها به وجود آمده شما را در جایتان میخکوب خواهد کرد. در سال 1971 در داخل خاک شوروی و ترکمنستان کنونی گودال عظیمی به قطر 70 متر کشف شد. گودال عظیمی که از نحوه پیدایش آن هیچ اطلاعاتی در دست نبود. در سال 1989 و پس از فروپاشی شوروی هزاران سند محرمانه کاگبه به بیرون درد کرده و بررسی شد. یکی از همین اسناد فوق محرمانه مربوط به پروژه دروازه جهنم میشد. اطلاعات داخل پرونده به حدی شگفت‌انگیز بود که خیلی سریع توجه رسانه ها را به خود جلب کرد. در تاریخ 24 می 1970 پروژه کشف اعماق زمین توسط حکومت و دانشمندان شوروی کلید خورد. هدف این پروژه پس از کشف گودال شگفت‌انگیز در شبه جزیره کولا شکل دیگری به خود گرفت، چون دانشمندان مصرانه در صدد کشف چگونگی پیدایش این گودال بودند و قصد داشتند برای بررسی پوسته زمین تا جایی که امکاناتشان اجازه می‌دهد زمین را به سمت اعماقش حفر کنند. در ابتدا باید گفت اگر حاشیه‌ها را کنار بگذاریم، بار پژوهشی و اکتشافات انجام شده در این پروژه باور نکردنی بوده است. اما همانطور که اشاره شد، در کنار اسناد علمی، حاشیه و افسانه‌های به وجود آمده، این پروژه را از دیگر موارد اکتشافی علمی متمایز می‌کند. چند سال قبل از شوروی، ایالات متحده آمریکا نیز یک عملیات حفاری این چنینی را آغاز کرد، اما هیچ وقت به اندازه پروژه کولا نه از آن نوشته و نه گفته شد. در طول این پروژه بیش از 3000 کارگر مشغول به کار بودند و غیر از حکومت طیف به خصوصی از دانشمندان، پزشکان و تجار نیز اخبار محرمانه آن را دنبال می‌کردند. در روز آغاز پروژه از ساعات اولیه صبح عملیات حفاری شروع شد. هدف تعیین شده برای مرحله اول 15000 متر بود. یعنی قرار است بشر برای اولین بار به عمق 15 کیلومتری زمین نفوذ کند. در آن سالها ایالات متحده آمریکا سفر به سمت آسمان، یعنی کشف ناشناخته‌های فضای اطرافمان را در دستور کار خود قرار داده بود. در طرف مقابل شوروی که خود را پیروز مسابقه فضایی با آمریکا می‌دید، تصمیم گرفت در گام بعدی به جای مطالعه اعماق فضا، اعماق کره خاکی را مورد بررسی قرار دهد، چون روس‌ها بر این باور داشتند که با تحقیق در اعماق زمین می‌توانند اطلاعاتی با ارزش از پیدایش جهان هستی را کشف کنند. در ادامه حفاری‌های شوروی نتایج بسیار مطلوبی داد. در سال 1979 به عمق حفاری‌های برتا راجرز در آمریکا، یعنی 9583 متر رسید و در سال 1983 بسیار فراتر از آن رفته و به عمق 12000 متر دست یافتند. اما در مقابل هر چقدر پایین‌تر می‌رفتند، مشکلات بیشتری هم سر راهشان قرار می‌گرفت. در سال 1984 با خرد شدن متن‌های حفاری در عمق 12 کیلومتری پس از برخورد با یک سطح بسیار سخت و شکست تلاش‌های مجدد در پروژه وقفه یک ساله ایجاد شد تا با مطالعات بیشتر راه حلی را برای این مشکل پیدا کنند. به همین دلیل پس از یک سال به عمق 7000 متر برگشته و از یک مختصات جدید دوباره شروع به حفاری کردند و در سال 1989 نوک مته به عمق 12262 متر رسید، ولی در این عمق با یک گرمای باور نکردنی، یعنی 180 درجه سانتیگراد مواجه شده و در سال 1992 پروژه کاملا متوقف شد. این تمام اطلاعاتی است که ما از این پروژه داریم، ولی مطلب اصلی اینجاست که دولت‌ها همیشه تمام اطلاعات را با مردم در میان نمی‌گذارند. اکثر آن اطلاعات به صورت کاملا محرمانه باقی ماند و تمام اطلاعات، موارد استخراجی و گزارش‌های تنظیم شده در این پروژه در طبقه اسناد فوق محرمانه حکومت شوروی قرار گرفت. ولی بد نیست بدانید طبق اسناد افشا شده کاگبه، دلیل متوقف شدن پروژه در عمق 12 کیلومتری زمین آنطور که اعلام شده یک مشکل فنی نبوده است. وقتی
وقتی مته سعی کرد پایین تر برود، ناگهان انگار وارد فضای خالی شده و مته ها بدون برخورد با سطحی در حال چرخیدن بودند. کارشناسان با حدس خرد شدن مته ها آنها را بالا کشیدند. پس از خارج شدن، کارگران با مته های ذوب شده مواجه شدند و از داخل سوراخ حفر شده گرمای زیادی احساس و صداهای عجیبی شنیده میشد. وقتی دماسنج به عمق 12 کیلومتری فرستاده شد، همه با دیدن درجه حرارت آن نقطه در بهت فرو رفتند. 1200 درجه سانتیگراد گرمایی بود که نمایشگر قبل از ذوب شدن دماسنج نشان میداد. کارشناسان گیج شده بودند چون این حرارت چندین و چند برابر پیشبینی‌های آنها بود. با در نظر گرفتن دمای 2000 درجه‌ای ماگما، وجود این حرارت در این عمق زمین غیر قابل باور بود. یکی از بزرگترین زمینشناسان تاریخ به نام دکتر دیمیتری آزاکوف که در این پروژه حاضر بود، در خصوص این اتفاقات این گونه می نویسد: مته ها ناگهان دیوانه‌وار شروع به چرخیدن کردند. این نشان دهنده این بود که یا مته ها خرد شده یا به یک فضای خالی مانند غار وارد شده باشند. وقتی دما را اندازه گرفتیم، دماسنج قبل از ذوب شدنش دمای غیر قابل باور 1200 درجه سانتیگراد را نشان میداد. این چندین برابر پیشبینی‌های ما بود، انگار که در آن عمق آتش جهنم روشن باشد. دانشمندان اصرار به ادامه پروژه داشتند و مهندسان خواستار توقف آن بودند. بالاخره حکومت دستور به ادامه پروژه را صادر کرد، اما باید راه حل‌های جایگزین برای این موضوع پیدا می‌شد، چون در آن درجه حرارت وسایل کنونی حفاری آنها جوابگو نبود. دکتر آزاکوف از حکومت درخواست کرد تا سیم و میکروفون‌های مقاوم در برابر حرارت بالا که در سفینه‌های فضایی برای تحمل حرارت اتمسفر مورد استفاده قرار می‌گیرد برای آنها تامین کند. این تجهیزات هم 100% جوابگوی آن حرارت شدید نبود، ولی تصمیم بر انجامش گرفته شد، چون همان مدت زمان کوتاه هم می‌توانست سرنخ‌هایی را به آنها بدهد. بالاخره میکروفون برای کشف حقیقت به عمق 12262 متری رها شد. پس از گذشت 1 ساعت و 12 دقیقه میکروفون به پایان سوراخ رسیده بود، ولی چیزی که از بلندگوها شنیده میشد تمام افراد حاضر در آن مکان را در جایشان میخکوب کرده بود. فایل صوتی که ادعا می شود در عمق 12 کیلومتری زمین ضبط شده، صداهای فریاد و زجه انسانها به صورت کاملا واضح قابل شنیدن است. پس از این ماجرا بسیاری به این سوراخ لقب درب یا دروازه جهنم را دادند. دکتر آزاکوف در رابطه با این صداها این گونه می نویسد: برای بررسی بیشتر موضوع میکروفون مخصوص طراحی شده را به عمق سوراخ فرستادیم، ولی به جای صدای پلاک‌های زیر شافت، صدای فریاد و زجه انسان‌ها را ضبط کردیم. اول تصور کردیم شاید به دلیل فشار هوا و یا مشکلات فنی همچین صداهایی ایجاد می‌شود، ولی با انجام تست‌های بعدی فهمیدیم که اینطور نیست. همگی افراد حاضر در آن اتاق می‌خواستند بدانند که در انتهای آن سوراخ چه خبر است. به همین دلیل با ارسال فایل صوتی ضبط شده برای مقامات بالا از حکومت درخواست دوربین‌های پیشرفته شد. پس از کسب اجازه‌های مورد نیاز، دوربین‌های مورد استفاده در سفینه‌های فضایی برای آزاکوف ارسال شد و در نهایت دوربینی که مشاهده می‌کنید به داخل سوراخ فرستاده شد. دوربین یواش یواش به آخر مسیر نزدیکتر می شد.
تصاویری که در آن عمق دیده شده هیچ وقت منتشر نشد، ولی همینقدر کافی بوده است که باعث متوقف شدن بی‌قید و شرط پروژه و مسکوت ماندن تمام اطلاعات آن تصاویر باشد. تنها افرادی که آن تصاویر را دیدند دکتر آزاکوف و گروهش و افرادی بودند که دستور توقف پروژه را صادر کردند. حزب کمونیست شوروی که باورهای مذهبی را در تناقض با علم می‌دانست و نه به صورت آشکار که به صورت پنهانی در حال سرکوب مذهب در کشورش بود، سریعاً دستور از بین بردن تمام اطلاعات و مستندات موجود در این پروژه غیر از بخش علمی و پژوهشی آن را صادر کرد. و همچنین دکتر آزاکوف و گروهش از طرف کاگبه برای افشا نکردن اطلاعاتی که در آن روز دیده شده شدیداً تهدید شدند. البته اطلاعاتی محدود از آنچه درباره آن سوراخ در این ویدیو مشاهده کردید پس از فروپاشی شوروی و افشای اسناد کاگبه و گفته‌های حاضران داخل آن اتاق جمع‌آوری شده است. در آخر نظریه‌های بسیاری در این خصوص ارائه شد. بسیاری بر این باور بودند که این صداها از جهنم می‌آمده و آن را حکمت و معجزه خداوند دانستند. در مقابل بسیاری نیز این مطلب را نفی کرده و آن را غیر قابل باور خواندند. به نظر شخص من دیدن جهنم یا بهشت چیزی مانند دیدن خواب است، چون اگر جزو دسته اول هستید بر این باور دارید که تمام مذاهب دینی جهنم و بهشت را به زندگی پس از مرگ انسان‌ها نسبت داده‌اند. قضاوت با شماست. ما فقط جعبه سیاه این پروژه و ماجرا را برای شما باز کردیم. در آخر امیدواریم از این ویدیو لذت برده باشید. برای حمایت از ما کافی است تا کانال جعبه سیاه را سابسکرایب و گزینه زنگ را برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما فعال کنید. همچنین با لایک و نوشتن نظراتتون ما رو در ارائه بهتر ویدیوها و انتخاب موضوعات بعدی یاری کنید. میتونید با اشتراک گذاشتن ویدیوهای ما افراد بیشتری رو با کانال جعبه سیاه و ویدیوهای ما آشنا کنید.